چینی وارد ایران شده که ماها که خبرنگاریم هم تشخیص نمیدیم. این لندویند مال دیار خودرو انگار، یکی رساور قشنگ هم از خداییش، ولی گمنام اصلا معلوم نیست چجوری اومده، چند تا اومده. فکر کنم فقط قطعاتش هم خودشون داشته باشن. بعید میام اصلا فروش عادیه. تایرش کم‌ها توش، حالا درش باز نیست. صندلی ها اسپورت داره. ببینید این مدل واردات ماشین، حالا بحث ارزبریش به کنار، مشکلی که هست اینه که عملا شما ماشین دست دو برند خارجی اگه بیارین خیلی بهتره دست ماشین چینی بیارین که هیچ جا پیدا نمیشه. ولی خب آقایون اجازه واردات دست دو رو نمیدن، ولی ماشین چینی کم تیراژ رو اجازه میدن. اینم نتیجهش.